خب ببینید یکی از نقاطی که برای بیماران سایکوز و شیشه استفاده میکنید UB 62 UB 62 این سر مالئول خارجی رو نیم چو میرید به سمت پایین، این فرو رفتگی رو نگاه کنید، این میشه UB 62. کسی میخواد لمس کنه؟ نیم چوبه بله. نیم چوبه مستقیم زیرش آره. دیگه. آره. حس کردید همتون؟ آره. خب حالا برای زدنش باید سوزن سرش به سمت بالا باشه. دست مریضم حتما اینجوری بگیرید چون نقطه ایه که بایستی خیلی مهمه. گرفت چی رو گرفتم؟ خیلی عالیه. این UB62 که واسه اینا اضافه میزنی. GB8 رو باید حتما تو شیشه بزنی. GB8 گفتم نقطه سایکوزه. ببینید یکونیم تو بالای اپکس گوش. یکونیم تو بالای اپکس گوش. نه وایس. دردش نیاد نمیگه. آستانی تحمل دکتر زیادی بالاست. خیلی خوب شد. این GB8. نقطه GB20 رو باید حتما بزنید توی شیشه. این فرو رفتگی پشت گردن حس کنید. حالتی که به صدا حس سر کن. خم میشه. ببین این فرو رفتگی اکسیپیتال یا کن بین در واقع اکسیپوت و ماستوئید. ماستوئید میشه. خب تموم شد. بیا قشنگ بیا لمس کن. فقط بذارید یکی که لمس کنه. 10 تا انگشت ندید جلو. برجستگی زیر برجستگی. این فرو رفتگی نماسته. آن میانه حس کردی همتون حس کردی. برای زدنش باید در کنار مریض وایسید، پنبه الکل بمالید، پوست رو اینجوری بگیرید که دردش نیاد. که به طرف گوش میره دیگه. به طرف گوش. عمود به سمت گوش. این GB8. بعد ببینید این لاله گوش اینجا میشه سانژیو 17. این میشه سانژیو 17. سانژیو 17 با اینو تقسیم میکنی، وسطش میشه آن میان یک. اینجا به سمت گوش. این دوتا وسطش میشه آن میان دو. پشت لاله گوش. والیوم همین بود؟ والیوم من گفتم بگیش. نه گفتم آن میان دو. نه برای خواب بود. والیوم نمیخواد. والیوم نمیخواد. تو رفتی یه کلاسی یه چیزی بهت گفتم. خب میام نقطه شنمن. تو شنمن میشم توضیح بدیم بعد بزنیم. شنمن ببین ما در قسمت گوش دو تا قسمت داریم. این قسمت اپکس اون بالاش میشه هات پوینت. این هات پوینته. این و یه ذره پایین تر از هات پوینت شنمنه. این میشه سمپاتیک. این سمپاتیک خوب گوش کنید. این میشه بلاد پرشر. با نوک خودکار نمیشه. سمپاتیک. این وسط میشه رحم. این میشه رحم. این میشه وقتی بخواید شما فشار مریض رو بیارید پایین. لاوینگ پرشر، فشار. من الان سمپاتیکشو بخوام بزنم. میشه رو جوهر بریم اشکال نداره. چرا اینجور هست؟ یعنی چی چرا زدی؟ نیم میلیمترش هم مهمه. چرا زدی؟ بعد بزنی دیگه. من میگم رو جوهر بریم اشکال نداره. جوهرش نمیده. هیچ چیز نمیشه. برو. تا میشه. اینجا عمود برای شیشه یا دیگه چی داره؟ آرامش و خواب و اینا رو. LI4 میشه یگو. LI4 میشه زیر شاخه بالای شنمه GB 20. البته این GB 20 اضافه میشه. خب حالا نگاه کنید، اجازه بدید من این بیمار رو فکر کنید که مرحله اول تموم شده، الان میخوایم تو مرحله پیشگیری از عود گوش کنید. در مرحله پیشگیری از عود برای شما دیگه نمیزنم. یکی داوطلب بشه. یکی داوطلب بشه. بیا اینجا برو. کات کن دوباره. بشین.